همه شما را دوستان عزیز گرم‌آمد میگم. در اینجا ببینم که روی خط اشتراک دارم 27 نفرم و این مایه افتخار است که شما از جانب شما چنین توجه شده است. خیلی که آماده شد ریز اخبار آماده شده است و شما دسترس گرفته است. اگر نباشد بیارید تقسیم کنید. و خاطر احتمال می‌رود که سوال بسیار باشند. یک بار با سوال جواب می‌گذاریم. من در 15 دقیقه برای خواندن اون معلوماتی که در وسایل اخبار اومد در سایتمون در روزنامه نقلیاتی صاحبی چاپ دادیم. وقتی شما رو گفتن ضرورت نداره. خواهش می‌کنم سوال. شکایتی یک گروه راننده‌های ماشین‌های بارکش که در مرز ازبکستان چند مدت جمع شدن مشکل داشتن، عنوان از آن نگرانند که همین نرخ اجازتنامه یا همون دستمالی که می‌گویند یک باره بالا رفته است و اون خیلی کمچین نیز شده است. تا جای اونا گفتند از میان روها میگیرند همین سند رو یا از شرکت‌های علایده. چرا این مشکل پیش آمد و نرخ رسمی اون چند است، ترتیب پیشنهادی آن به شرکت‌ها و آیا نمی‌شود که این را به واسطه خودی وزارت چنین کار کند بدون شرکت و میانه رو و دیگر گروه‌های منطقه؟ چند داشته اخبار آمد بارها این را نکاس کرد. برای همین من شد می‌خواستم یک بودجت این مسئله شما شنیدید برای چی شما حالتا سر می‌کنید. یکم این که همین مسئله اگر اهمیت داده باشه، هم مسئله در وقتی گذشتن از ماه ینور به فوریه با حکومت پیوند این سبب دارد و سبب اساسی این است که ما ماه‌های تا ماه 31 ینور رخصتنامه‌هایی که سال 2023 دسترس شده آنها استفاده می‌شوند و از ماه فوریه از یکم فوریه رخصتنامه‌های سال 2024 شروع می‌گردد و امسال این رخصتنامه‌ها تقریبا 29 تا 31 ینور دسترس شد از کشور همسایه، چون این مال کشوری که همونجا بار انتخاب داده می‌شود از زمان هست. یعنی این ما چاپ نمی‌کنیم، بسیارا همین اشتباه می‌فهمند. یعنی ما انتظار می‌شویم که همین حجت‌ها، همین رخصتنامه که هم حجت است وارد شود. 29 تقریبا وارد شد. در اینجا ترتیباتی که با قید گرفته می‌شود رسمیات اجرا کرده شد و در همین مدت با بعضی جمعیت‌ها چیزی که شما درست درک کردید داده شد که همینا را تقسیم کنند. متاسفانه این عامل انسانی هست و بعضی قاعده‌ای که قابل قبول نیست بخشون اجازت دادن. برای همین ما فوری از ریاست خدمات دولتی تنظیم و نظارت در سایر نقلیاتی وزارت نقلیات یک گروه کاری تأسیس دادیم. در جایش رفته در همونجا بیفتد این رخصتنامه را تصمیم کنند و شدت در بین 2 روز وابسته به رخصتنامه برداشته شد. ولی شما اگر اهمیت داده باشید اونجا ماشین‌های زیاد بودن. بعضی‌ها گفتند که قیمت بود ما نگرفتیم. این از رادیو شما پخش کرد. اونا ما حاضر گروه تأسیس دادیم. رفتم بگذارم که کدام جمعیت‌ها چنین مناسبت روا دیدن بعداً یک قرار درست قبول کنیم. لیکن من به شما یک سر گفت زنم مثلا با کمچین شدن همین رخصتنامه میگم. برای معلومات اگر سال 2020 همگی در طول سال ما 25,000 چنین رخصتنامه گرفته باشیم، در سال گذشته که حال حسابات داده شده 73,050 عدد گرفتیم، یعنی 3 برابر زیاد کردیم. این یکم عامل. دوم در یک ماه سال جاری شما اگر به خاطر گرفته باشید 25,000 سال 2020 در یک ماه سال جاری ما علاقه 25,910 رخصتنامه دسترس کردیم. برای همین به نظر میرسد که کسی میخواهد که یکم مثلا هنگامه سازی کند یا کاری بیارد.
این رقم است که این مثال ما دیگر خیلی نوشته نمیتونیم. یعنی اگر تمام تو سال 2020 25,000 باشد، تنها در یک ماه ینور سال جاری 25,910. یعنی سال 21 سالش و یک ماه حاضر ما و همین تمایل باز پیش میرد. یعنی که ما تو آخر سال ممکن که خیلی رخصتنامه‌های زیاد، اگر سال گذشته 73,000 باشه ممکن سال 80,000 باشه، 90 یا 100,000. برای همین این مسئله وجود دارن. ما مسئولیت رو از خود دور کرده نیستیم. مسئله رو ما حتما پیگیری میکنیم و میخوایم که راه درستی حل مسئله رو پیش ببریم. درست، ولی همین جمعیتایی که شما اشاره کردید محترم وزیر، این جمعیت‌ها از چقدر شماره‌شون است و اونها چی منفعت دارن؟ مثلا آیا بدون اونها امکان نیست که نمایندگان وزارت در همون گذرگاه‌ها این سطح تقسیم کنن یا اینکه به واسطه با شرکت‌ها؟ حالا ما این کار تشکیل کردیم. بدون میانرو شده. تشکیل کردیم موضوع ما تقریبا 76-78 در جمعیت اومد در تاجیکستان 227 جمعیت میگفتن. وقتی که ما از همش حجت‌های علاوه کردیم معلوم شد که از اینا 19 جمعیت فعالیت ندارد. از ما مثلا بازخواندی حجت‌ها اجازت نامه رو شدیده است خدمات کار کرده است. از همین 208 7 برای کارهای مثلا شخصی و دیگر استفاده می‌کنند. 201 جمعیت فعالیت دارد. از این تقریبا 78 جمعیت در بازنشانی است. تقریبا اطراف 100 از 98 تا 103 مسافربری است. باقی‌مانده همین آمیخته است. هم مسافربری هم بازنشانی. یعنی سخن درباره همین 76 جمعیت است. و ما می‌دونیم اینو با کدام خسائرها بار می‌کشند. همه برای ما دقیق است. لیکن باز هم بگم امید انسانی بعضا باور میکنم مثلا در 20 رخصتنامه 30 رخصتنامه میتونن که شما همه چیز کنید شاید از این سوئیس کار کنید. 300 سومانی است. 300 سومانی با سپاران شدن چیز با یک چیزگر یک بار علاوه کنم کس یک بار سوالی همون انتظار می‌رفت که همین مسئله شو که رادیو آزادی بیرون حد بیشتر اینو پخش کرد اینو کلاس کرد از اون استاد رادیو دیگه این پهلوی مسئله رو اینا شرح نمیدن. من باید برای مردم فهمونم که این کارا است. مثلا ببینید سال 2010 توسط گذرگاه مذکور همگی 8545 عدد واسطه نقلیه گذاشتن. 4303 تا وارد شد و 4242 صادرات شد. یعنی بیرون برآمد. و همگی دقت کنید 101,000 تن بار بود. حالا باشد احمدی 42211 ماشین از همینجا گذشت. یعنی 5 مرتبه زیاد شد. او گذرگاه هم یک خط است. 2 خط ندارد، یک خط قطعی میگذارد. تصور کنید خدمت رساندن 8500 واسطه نقلیات و 42211 واسطه نقلیات. و همزمان همون سال 2010 101,000 تن بار گذشت. امسال سال 2022 نظر است 702,000 تن. 702,000 تن. یعنی 7 مرتبه گذراندن بار از همین گذرگاه زیاد شد. اینجا باز دیگر امیدهای هست که من اینجا گفتنی نیستم. ما بالای اونو 3 امید دیگر است که بالای اونو باید کار کنیم و شما در وابسته به پیشگیری کردن همین مسئله ها طبق فرمان اساسگذار رسول وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی جناب وزیر محترم جمهوری رحمان درباره وسعت دادن حساب برابر کننده‌های غیر نقدی پرداخت حجت‌های اجازت‌دهی با طوری غیر نقدی حاضر عملی گردیده شده است. لیکن من بعد نیز ما ترتیب دادن رخصتنامه رو من بعد ما کارخانه بودی دولتی مرکزی رقم کنی سایر نقلیات داریم تشکیل میکنیم. یعنی که وابسته به پیشگیری نبودن چنین حالت‌ها وزارت برنامه‌های رقمی رو راه اندازی کرده است. این زمان بالا اون کار کرده ایم. البته یک فرصت طلب دارد لیکن ما می‌خواهیم تقسیم همین چیزها طریق برنامه‌های رقمی کنیم صورت بگیرد. تشکر. این است که خب روابط سیاسی ما با کشور همسایه افغانستان معلوم است اما ظاهرا حمل و نقل از طریق افغانستان صورت میگیرد و هر حال میخواستم به این نکته روشنی اندازد که واقعیت چی هست و چی موانع مشکلات در راه گسترش تجارت
از طریق راههای زمینی با افغانستان موجود است. و سوال دوم در مورد اون قسمت دالان هست که چین را از طریق تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با ایران و ترکیه میپیوندند. ساختمان بنیادی اون قسمتی که مربوط تاجیکستان است در چه پایه قرار دارد؟ بحثی سوال گذشته را گرفتم. البته سرعت کمی سست‌تر شد، ولی سال گذشته 22,000 یا 22,600 عدد وسایل نقلیات به هر دو طرف بار کشانده بار آوردن. یعنی اینجا این زمان امسال هم بار کشانی هست. معلوم که مسافر برده نمیشه، لیکن بار کشانی وجود دارد. بله؟ ترانزیت میشه. بله، نه فقط در طرف افغانستان دو جانبه است. دو جانبه. حجم بار ممکن است؟ بله، چند قدر حاضر ما سوال دوم جواب بدم، حجم بارم پیدا بکنیم. دالانی که شما نمبر کردید، خطای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، یک راهش طریقی بیوسته ترکیه، ترکمنستان ترکیه، بعضش از طریق دولت ایران. قسمت راهی که با ما تعلق دارد، چند قدر است؟ قسمت راهی که به تاجیکستان تعلق دارد، قریب چند؟ 157,000 تن واردات هست، 395,000 تن صادرات. حجم 1.5 میلیون تن است. 553,000 تن دو طرف. این راه قسمتی که به تاجیکستان تعلق دارد، حاضر قریب 300 کیلومتر راه از طرف جمهوری مردمی چین در هنگام سفر رئیس مجلس ملی جمهوری اسلامی محترم حسین مولی در اونجا نامه تبادلی امضا شد و در اساس همین باید مبلغ‌گذاری این رو هم بررسی شود. البته ما همکاری کرده هستیم، یک فرصت میخواد، لیکن کار در این قسمت را. بعد از این 335 کیلومتر راهی که تا دروازه برآمد از ناحیه روشان هست، کارهای لایه‌کشی انجام شده است، یعنی همه جزئیات‌های آن آماده میشه. 100 کیلومتر راه، 109 کیلومتر بود. بعد از ساختمان دو نقل که موجه از 2 کیلومتر می شود، راه 16 کیلومتر عموما تا بعضی جاها که ما راه رو مسیر راه عوض کردیم 18 کیلومتر با کوتاه می شود و 92 از دست تقریبا 93 کیلومتر راه می شود. این راه امسال باید تا آخری سال 24 انجام شود. حتی درواز شما خبر دارید که راه درواز این طرفش دیگر ساخته شده است، یکان مشکلات نداره. یعنی قسمت تاجیکستان همون 531 کیلومتر راه که هست در نظر است که همه ما ساختمان کنیم. Вопрос по поводу автодорожного сначала транспорта, насчет дороги. Вы представьтесь, пожалуйста. Назарали Пирназаров, агентство Рейтер. Рейтер, пожалуйста. Рейтер. Рейтер. Слушаем вас. Меня интересует проект Хувалинг в сторону Тавильдары. На какой стадии находится и когда начнется строительство этой дороги? Второй вопрос. Объездная дорога для Рагунского водохранилища. Вроде бы как идет реализация. Сколько уже реализовано процентов и когда планируется завершить? Потому что база Сичарок уже почти под водой находится. Да. И третий вопрос железного транспорта. Будет ли у вас обновление подвижного состава? И сколько вы планируете затратить на обновление подвижного состава? Спасибо. 74 километра дороги, 2,6 километра там будет тоннель, соответственно это будет, значит, короче. И что касается вопроса финансирования, то есть строительства, конечно это связано с
получением, значит, соответственно, финансов, которые будут прорабатываться. То есть в настоящее время завершили вот проектирование и получение результатов госэкспертизы. Второй вопрос по объездной дороге Рагун-Обигарам-Нурубот состоит из 4 фаз. Первая и вторая фаза завершится, значит, к лету этого года. К сентябрю мы планируем эти 2 фазы сдать. И там работа идет очень интенсивно. Там 3 тоннеля, они уже пройдены. Сейчас идет уже отделка. И порядка там 5-9 десятых километров. 1,7, 1,6 и 3,4 километра. И мы планируем сдать. А что касается вот, подъема воды, конечно, мы это контролируем. У меня даже здесь какая-то схема есть, я не буду сейчас искать. Я с собой взял, потому что это очень важный вопрос. Я предугадал, что такой вопрос может быть задан. И мы успеем к сроку. А третья фаза – это так называемый длинный мост. Ну, длинный, потому что 920 метров длина. Поэтому ожидаем, что все строительные работы будут завершены в срок. Что касается железной дороги, здесь я тоже взял вот таблицу, очень много, конечно, состав, подвижного состава, там, локомотив, вагонов и так далее, они требуют обновления. Сейчас мы работаем, были разные варианты, опять-таки это связано. Вот мне подсказывают, вот уровень, значит, воды и вот сроки, которые мы можем завершить. Поэтому здесь беспокойства мы особо не имеем. Что касается вот обновления вот, железнодорожного состава, здесь, конечно, вопрос есть. И я думаю, что нам надо будет более интенсивно работать в этом направлении, чтобы купить и локомотивы, и, конечно, вагоны там, пассажирские, там, и грузовые и так далее. Вопросы есть, да. Но мы сейчас над этим работаем. Я думаю, что был один раз наш проект там, с Европейским банком реконструкции и развития, там 10 миллионов долларов. Но опять-таки этот банк только кредит предоставляет, поэтому вопрос о возвращении получаемого кредита и прочее встал. Поэтому сейчас нам надо работать, то есть как, в каком формате это будет. Скорее всего, будем работать, чтобы где-то найти взаимоприемлемые финансы. از ببخشید شما دیون باشید خانم نیک میگید یکم گفتید که ما همه وقت دسترس هم برعکس اگر پیروان دیده بودم با آزی صفت کردید آزی ماش زبان کردم این چی لازم است گفت سر این میاد که ما دستوری این بیرون فکر دیگر دستوری رو برای دولت رو داریم پیشور مزایم داد درباره آن درباره اما فعالیت خودتون گزارشی همکاری کنید با واسطه اخبار آمد این اجراییشی سفارش‌های سردار دولت است برای همین این یگان مثل قهرمانی یگان چیز نیست لیکن ما هم وقت آماده هستیم و اگر یگان پیشنهادهای خوب بی‌غرض فقط خواهش میکنم بی‌غرض پیشنهادهای سازنده ما آماده هستیم ما نمیگیم ما کمبودی نداریم کمبودی در همه جا هست ما هم کمبودی داریم لیکن پیشنهادهای سازنده باشد ما هم وقت برای همکاری آماده هستیم با خود همین روزنامه‌نگارای محترم می‌نویسن که ضبط کرده است می‌نویسن که انا اون در یک بلچه دیدم برای همین همون وزارت تعریف کردم